کتاب زبور ترانه 15 سرود داوود. مرا نگهبانی نما ای خدا، زیرا که به تو پناه میبرم. و خداوند گفتم تو خداوند من هستی، نیکویی برای من جز از تو نیست. و مقدسان نیست که در مملکت هستند و به نیرومندان تمام اشتیاق من در آنهاست. کلفت‌های آنهایی که خدای دیگری را میپرستند افزون خواهد شد. قربانی‌های ریختنی خونین آنها را نخواهم ریخت و نام‌های آنها را به زبان نخواهم آورد. خداوند حصه نصیبه من و کاسه من است. تو قرعه مرا نگاه داشته ای. مرزهای من به مقام‌های خوش افتاده است و میراث زیبای به من رسیده است. خداوند را مبارک می‌خوانم که او مرا هدایت نموده است. شب‌ها نیز باطنم مرا می‌آموزد. همیشه خداوند را پیش نظر خود می بینم، زیرا که او به یمین من است، فرو نخواهم غلطید. به این سبب دلم شاد شد و روحم به وجد آمد، جسمم نیز در آسودگی ساکن خواهد شد. زیرا که تو جان مرا در دوزخ نخواهی انداخت، نخواهی گذاشت که قدوس تو فنا را ببیند. طریق حیات را به من بیاموز، کمال شادی ها به حضور توست و خوشی ها به یمین توست تا ابد.